اومد به ولگ دیگه با من. الان ساعت 4 بعد از ظهر، هوا ابری، هواشناسی بهتون بگم باران متراکم داریم اما برف نداریم. لیلا دوستمو قراره ببینم. لیلا در واکن مایو. لیلا 1 ساله که من ندیدمش. حالا چرا؟ یه شوهری پیدا کرد و شوهر رو گرفت و ازدواج کردم، نامزدم الان دیگه. تو شوهرداری و اینا افتاد و اینا. من نمیدونم چیه این شوهرداری، ترانه جان میرن دوستا پشت سرشون نگاه نمیکنن. من نمیدونم. anyway نه اونجوری هم نگو شهلا. خلاصه که با لیلا دوستم قرار دارم ساعت 6 بیاد دنبالم. 4 من قیمه رو خورم شکمم انقدر باد کرده که و الان استراحت کنم، عرق نهنه بزنم استراحت کنم. خب آماده شم، شما هم در جریان امور میذارم. لیتس گو. من میخوام برم لیلا رو جر بدم. شوهر که 1 سال نیومدیم منو ببینیم. آره واو چه عروسی داری؟ میکاپ عروسی دارم میرم. نه انقدر زیاد نیست اینجا، الان زیاد افتاده به خدا. یه ذره برش کردم میذار روز زیادم. دیدی اینا رو؟ به قرآن چیزی نمالیدم. یه تیکه روز زدم این مداد تو چشم همین اینجا اینجوری میافته. گفتم تا لیلا خانم تشریف بری ما یه چای ترکی تریاکی قند پهلو بریسیم. قنده به تو دهنمه بخوریم. طبیعی آماده شدم شیک اینجا هم نشستم. منصر خانم مادم که نمیبری نه؟ اینجور موقع باید خواهر رو بشناسی یا آره خواهرت خیلی آدم عوضی، خیلی کثافت بزنه به خواهرت. آره این آدم لجنه هستن، سری دست پیش میگیرم پسر پر رو کثافت هستن. هرچی میگه آره ما بعدیم. آره تو راست میگی، میدونی تو زیادی خوبی برای من. تمام خوشگل شدم یا نه؟ ببینمت داری میری مخ اون چیز منو بزنی؟ مخ اون چیز تو کدوم چیز تو؟ کراش عالمینه اون. جون فقط حرف میزنه. اصلا خیلی به دلم میشه پدستایی. نه اگه دوست موست نمیشم من که خودت میدونی، ولی همین تو خجالت نمیکشی؟ چطوری؟ این همون لیلاست. این لیلا خانم لیلا کم پیداه. آقایش نه آقایی نیست. با داریم میریم یه کافه بشینیم. ببین میخوایم غیبت کنیم تمام پته هایی که تو این چند وقت نریختیم رو آب میخوایم بریزیم رو آب. چه خبره؟ به شور بساب میخوایم کنیم با لیلا دوتایی. فقط پرونده ها باز رو میز. اخبار جدید رنده کنیم. همون چه خبر بود آقا کی چیکار کرده. آره هوا خیلی خوبه. جا تو خالی بارونی میزنه مشتی و نگم بعدا تا نگم. حتما قرار بود لیلا رو جر بدم من وسط، ولی دیدم خیلی دلم براش تنگ شده. گفتم برش کن. حیف واسه این همه خوشگلی. سه شنبه هم عقدش. گفتم بذار بهش دست نزنم میشه بعد عقد. ادب کبود مالی.
با ترانه قراره بریم یک کافه خیلی خوشگل توی خیابان انقلاب. آره منم یه میکاپی کردم و آبی طوری موجه آبی خطش آبی گلی خطش که خیلی اصلا به درد نمیخوره. خود چیه نه روونه تا به سختی گوشه چشم درد موهای من سیخ شده. خلاصه که غذا آماده نیست گلی؟ نه دیگه تو بخوای غذا درست کنی ناهار مثلا گلی میاد خونه ما ناهار درست میکنه 7 شب ما ناهار آماده داریم. اینجوری بهت بگم اینقدر این خانوم با تنظیمات با مرتبات با انضباطاته که نگم. خب من آماده شدم. کفشم گلیه. بعد منتظر ترانه بیاد حالا ببینیم چطور میشه. خانم شما همیشه اینجوری میشین تو ماشین انقدر شیک و شکیل؟ ها؟ خیلی شیک میشینی. تو 206 اینجوری میشینی. من تو پورش و لامبورگینی و فراری اینا چجوری میشینی؟ اصلا نمیشینی فکر کنم. بخر به من چجوری میشینم؟ من برای چی بخرم؟ این ماشین توی اونم باید تو بخری. آها من نهایت موتور میخرم. منم میشینم ترکم میشینی خوشم میاد اصلا بلند نمی‌کنی. هر جا بری من میام هر جا. موتور مثل اونا نکن موتور میگیرم تا هم میندازن نکن چه کیوتن. حالشو میبریم میبریم جاده چالوس گوگوش همسفر. کافه اومدیم توی خیابان انقلاب خیلی باله. اولین افتتاحیه‌اش اینه که ما اینجا سوار تاپ شدیم و من مثل یک کودک 5 ساله دارم تاپ سواری میکنم. خیلی حال میده خیلی انرژی خیلی خوبی داره به نظر من. حالا بذار فضا رو بهتون نشون بدم ببینید. بخش از کافه هست. من انقدر اینجا رو خوشم آمده همینجا فقط دارم اینجا میچرخم ولی انرژی و وایب خیلی قشنگی میده نه؟ وایب یعنی توی این توی محتوا ما ترانه پاره شدیم از خنده. یه کارایی کردم بگو کیک خوردم چیکار کیک خورده اینجا کنم میگم مگه آتیش گرفتی یه کیک خوردی والله که نگم براتون. تو قهرم. چرا قهری؟ نمیدونم من با تو قهرم آشتی ندارم. کف کردی تالا من کف کردم امشب.